که صبر کنید. و در گذشته هم گذشتگان ما سری موضوع صبر خیلی زیاد سخنهای پند و حکمت گفتند و این نوبت ما میخواهیم این موضوع رو با استاد مطرح کرده باشیم که در این مورد تعلیمات دین مبین اسلام مخصوصا قرآن کریم چی گفته است. و خود اولین سوالی من استاد در مورد آن که میخواستم صبر رو، خود کلمه صبر رو شرح میدادید و صبر از نگاه شما این چی است؟ مرحمت. محترم تماشابینان عزیز، اولا السلام علیکم. الهام جان عزیز، البته صبر کلمه عربی است. ان الله مع الصابرین. خدا میگه که من همراه صابران هستم. در تاریخ صبر ایوب علیه السلام شهرت دارد که حضرت ایوب پیغمبر صبر کردند و به مقصد رسیدند. یعنی این حیات پستی و بلندی ها دارد، حالت های غضب هست، حالتی می شود که انسان از حدودی عقلانیت هم قریب که می براید. در همان حالت ها، در حالت های مصیبت خدا نگه دارد، در حالت های وزنی، در حالت های بیماری، در همه حالت باید بنده صبر کند. یعنی کلمه صبر این تحمل پذیری است. باید انسان پربرداشت باشد، طاقت کند. مثلا یک معنای صبر این خودداری است. خودداری میکند که وقتی که خودداری میکند قلبش آرام میشود. مثلا در قرآن عظیم الشان خدای تبارک و تعالی 90 مراتب کلمه صبر را تکرار کرده است. هم صبر است و مثلا صابر، صابرین، اصبروا، صبر کنید، شما همراه صابران باشید، سراسیمه نشوید، تحمل پذیر باشید. یعنی این کلمه صبر را برای چی اینقدر تکرار کرده است؟ این یعنی یکی از بهترین صفت انسان صبر است. وقتی که انسان صبر می کند و به همه مقصدها نائل می شود. این تصبیرو خیر لکم. خدای تبارک و تعالی در سوره نساء آیه 25 میگوید که در همه حالت شما اگر صبر کنید به شما منفعت می آید. وقتی که انسان قهر و غضبش می آید باید صبر کند، استغفر الله گوید، خودداری کند. وقتی که می خواهد به کسی ضرر رساند، این وسوسه شیطان است. می خواهد که به یک انسان بدی کند، همان وقت من باید گوید که استغفر الله، بیا همین کار نکنم، صبر کنم. کنی چی می شود گفته؟ به خود باید یک مقصد گذارد، به خود یک هدف گذارد که همین صبر انشاءالله مرا به مقصد می رساند. وقتی که انسان سراسیمه می شود، به غضب کار می کند، البته روز پشیمان می شود، ساعت پشیمان می شود. واصبر علی ما اصابک. در دیگر آیت پروردگار میگوید که وقتی که به شما یک مصیبت رسد البته صبر کنید. یک وزنینی آید صبر کنید، من همراه شما هستم، شما را ما فراموش نمی کنم میگه خدا. یعنی در همین آیت باز تاکید می شود در دوام آیت که وقتی که انسان صبر می کند در وقت مصیبت هم رحمت خدا نازل می شود، هم گناهانش بخشیده می شود. و در دیگر آیت خدای تبارک و تعالی می گوید واصبر علی ما یقولون. حتی با پیغمبر علیه السلام این آیت نازل شد که وقتی که بعضی ها با پیغمبر خدا سخنی سخت می گفتند، سخنهای کفر می گفتند، دین را انکار می کردند، با وجود این پیغمبر علیه السلام مکالمه نیک می کردند، صحبت می کردند. با آنها هیچ وقت با غضب گپ نمی زدند، با آنها قهر نمی کردند، سخنی آنها را گوش می کردند. حتی سخنانی که آدمانی که آنها اسلام را قبول نداشتند و با سخنهای بد اسلام را تحقیر می کردند، جناب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم با سخنهای آنها صبر می کردند و می گفتند که اون سخنی که شما گفته استاده ممکن برای شما منفعت داشته باشد، لیکن حقیقتی کار این است گفته جناب رسول الله می فهمانیدند. حتی کعب ابن زهیر گفته که شاعر بود، بسیار دین را تحقیر می کرد.
یک نفر آمده گفتن یا رسول الله ما به همان کعب ضرر میرسانیم. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم سکوت کردند. یعنی این کمتر رازگی پیغمبر بود که همون به ضرر رسد. بعدا گفتن نه ضرر نرسانید گفتن. روزی شد که از مکه مکرمه به مدینه منوره هجرت کردند پیغمبر علیه السلام. یک روز نماز بامداد رو خوانده وقتی که رو به قوم گردانیدند یک نفر از در مسجد در آمد. والعفو عند رسول الله مأمول، یعنی قصیده خوند. قصیده یک شعری که در حق پیغمبر یعنی انشا کرده بود. این نام قصیده را قصیده بانالسعاد میگویند. یعنی بسیار قصیده مشهور است. همین قصیده بانالسعاد را یک دو بیت اولش را قرائت کرد. حضرت عمر نگاه کردند که کعب بن زهیر همون دشمنی پیغمبر خواستند که خسته وی را منع کنند که در شعر خوانده ممکن در مسجد شعر خوانده ممکن نیست. گفتند و این پیغمبر همین قدر تحقیر کرده است. جناب رسول الله گفتند آرام نشینید. حضرت علی گفتند که آخر این کعب بن زهیر همون شاعری که فقط اسلام را تحقیر کرده است، مسخره میکند. پیغمبر علیه گفتند صبر کنید. وقتی که وی قصیده قریب 50 بیت است، 100 سطر است، همون رو همش قرائت کرد. پیغمبر علیه السلام از جاشون خیستند، جامه‌شان کشیدند و کعب بن زهیر رو پوشاندند. گفتند که وقتی که انسان از کاری بد میگردد و توبه میکند نزد ما آمده است، گفتند ما این رو قبول میکنیم. یعنی اون چی که گذشته بود گفتن که با گذشته صلوات میگوییم از همون ماندگی است. یعنی با گذشته ما سخن نیک میگوییم، صلوات میگوییم، رحمت میگوییم، تشکر میگوییم. اون چی گذشت این روزش ما میبینیم. گفت پیغمبر علیه السلام همین خلق نیک داشتن، صبر کردن، با صبر و تحمل و پیغمبری رسیدن. یعنی هر یک انسان در خانواده باید صبر کند. وقتی که با همسر خود صحبت میکند، با عائله و فرزندان خود صحبت میکند، حالت‌های پیدا می‌شود که حالت جهل پیدا می‌شود، یک کار نامعقول پیدا می‌شود. در همان حالت باید صبر کند، در وقت غضب صبر کند، در وقت کار صبر کند. در همه حالت اگر صبر کند انسان به مقصد میرسد. به معنای اینه که صبر میوه صبر شیرین است. بله. استاد ادامه همین سخن شما سوره 130 قرآن، این سوره عصر. بله. و خداوند در همین سوره در برابری به اون تاکید میکند که همین 4 عمل انسان در زندگی او رو انسان و مؤمن نگاه می‌دارد، در عکس حال او دائم در خسارات، در زیان است. و 4م خداوند تاکید می‌کند که صبر. مولای جان عزیز بینید حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه گفتند اگر تمام قرآن را نخوانده سوره والعصر را خوانده همون عمل کند، گفتند در این دنیا نجات می‌یابد. زیرا در اینجا والعصر خدا با سوره عصر یا که 100 سال قسم یاد میکند و میگوید که ان الانسان لفی خسر، انسان در زیان است. همه انسان ها در زیان هستند. نه، ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، کسانی که به خدا باوری دارند، کار خیر میکنند، کار ثواب میکنند، به مردم منفعت میرسانند، به جامعه منفعت میرسانند، آنها در زیان نیستند. و تواصوا بالحق، و اون کسانی که با بین یکدیگر صحبت میکنند، یکدیگر را نصیحت میکنند، یکدیگر را هدایت میکنند، راه راست نشان میدهند، از راه بد، از ضلالت، از گمراهی، از اختلافات باز میدارند، آنها در زیان نیستند. و تواصوا بالصبر، و کسانی که به صبر یکدیگر را دعوت میکنند. مثلا وقتی که مصیبت میشود ما برای چی خانه اهل مصیبت میرویم؟ برای اظهار تعزیه که همانها صبر کنند، داد و فریاد نکنند. یا یک نفر دیگر بیمار می شود، نزدش به بیمار بینی می رویم، هدف ما آن است که وی صبر کند، شکر کند و
اون را از خدا داند و از خدا پرسد. برای صبر کردن هم ایمان لازم است. وقتی که انسان صاحب ایمان باشد، به تقدیرات خدا باور کنه و صابر می شود. مثلا امتحان، این حیات امتحان است. گاهی انسان با مشکلی دچار می شود. حتی پیغمبران از آن جمله حضرت ایوب علیه السلام، اون کس با بسیار مشکلی ها دچار شدند. امتحان پروردگار بود و همه مشکلی ها و بیماری ها و مشقات ها صبر کردند. خدای تبارک حال اون کس را ایوبی صابر گفت. یعنی ایوبی که صبر کننده هست، اون کس به صفت نیک داد پروردگار عالم. یعنی انسان باید صبر کند، کار بهترین. یعنی وقتی که انسان عاقل فکر میکند که وی را چی نجات میدهد، در همه حالت صبر نجات میدهد. تشکر. ادامه سخنتان همون بیت مشهور یادم اومد که هر کی در غم صبر کرد، ایوب میدانیم ما، خوب هجران کرده رو یعقوب میدانیم. تشکر استاد. بیننده های ارجمند، چون در برنامه قبلی گفتیم استاد نفری هستند که در برابری عالم بودن، اینچنین نفری صاحب ذوق، نفری که علاقه 4 دفتر شعرهایشان روی چاپ دید و اولین مجموعه شعرهای استاد با نام مفتاح اسرارنامه از چاپ برآمد و علاقه به دست خوانندگان رسیده است و استاد در شعرهای خود همچنین در موضوع در برابری ترغیب انسان و انسانیگری و انسانیت، در برابر ترغیب غایه های بلند اخلاقی، همچنین در مورد چون که این موضوع امروزی ما یک غزل دارند، من میخواهم این لحظه قرائت کنم. استاد من تفسیر همین غزل را از خود شما پرسان بودم. خوب غزل را قرائت میکنم. ای برادر گر تو باشی اهل ایمان، صبر کن. رو ببین با چشم سر حال غریبان، صبر کن. مشکل آید به سر، ترسان و لرزان غم مخور. خالقت غمخوار باشد ای مسلمان، صبر کن. گر رسد بر تو مصیبت از قضا و از قدر، داد و فریاد مکن در نزد رحمان، صبر کن. قصه ایوب صابر گفته بیهوده نیست، پند ربانی پذیر در امر رحمان، صبر کن. گر شدی بیمار هرگز ناامید از حق مشو، یاد رحمان در دل و از کار شیطان، صبر کن. گفت در قرآن خدا با صابران همراه منم، گفت در قرآن خدا با صابران همراه منم. ای حسین از درد و غم با امر قرآن صبر کن. بسیار یک غزل عالی جناب، واقعا غزلی که در سبک خراسانی گفته شده است که گویم فهمیدن و درک نمودنش بسیار گویم دسترس فهما است و استاد میخواستم بازم معنی های دیگری این غزل خود را برای بیننده های هوشمند ما ارائه میکرد. مرحبا. البته این غزل یک تاریخی خودش را دارد. برادر کلانی ما وقتی که وفات کرد، البته در دل من همین چیز بود به قلم، یعنی این را من خودم به رشته نظم کشیدم. این فقط برای من نه، برای کسی که میخواند باید یک به خود گیرد و از همان خلاصه برآورد. یعنی در این نظم هر یک انسان باید در حالت صبر باشد. یعنی ای برادر گر تو باشی اهل ایمان، صبر کن. وقتی که تو ایمان داری، از خدا امید داری، در همه حالت باید صبر کنی. رو ببین با چشم سر حالی غریبان، صبر کن. یک تو نگاه کن که از وقتی که انسان ضرر میبیند، ضرر مالی میبیند، خدا نگه دارد، یک حالت غریبان بیچارگان را نگاه کند، از وی باز بیچاره‌تر آدم ها هستند. وقتی که به سر وی یک مصیبت می افتد، گوید که خیر این تقدیرات الهی بود است. گوید مثلا بیمار باشد، بیند که با بیماران زیاد هستند. یعنی در دنیا یگانه تو با اون مشکلی نفر آمده ای، باید صبر کنی. مشکل آید بسر، ترسان و لرزان غم مخور. انسان باید نترسد. در همه حالت از مشکلی برآمده میتواند اگر وی صابر باشد، اگر وی قناعتمند باشد، اگر با عقلی خدا داد وی کار کرده تواند. خالقت غمخوار باشد ای مسلمان، صبر کن. یعنی خالق پروردگار عالم به بندش غمخوار است و پروردگار میتواند که و مشکلی هایی که به سر این بنده آمده است دور کند.
گر رسد بر تو مصیبت از قضا و از قدر. البته وقتی که انسان به تقدیر باوری دارد مرد می شود. وقتی که به تقدیر باوری ندارد و سوال می‌دهد برای این چی این شد، برای من این کار رو کردم نشد. لیکن وقتی که به تقدیر باوری دارد میگه خیر قضا و قدر بود است میگوید و صبر میکند. برای همه گر رسد بر تو مصیبت از قضا و از قدر، داد و فریاد مکن در نزد رحمان صبر کن. داد و فریاد نکن، از خدا دان. قصه ایوب صابر گفته بیهوده نیست. مثلا در قرآن قصه های زیاد آمده است، هر یک تایی اون برای عبرت است، برای مردم درس است که مردم از همون خلاصه برآورد. مثلا یکی از آن قصه ها قصه ایوب علیه السلام در قرآن عظیم الشأن آمده است. این همش پند است، نصیحت است. گر شدی بیمار هرگز ناامید از حق مشو. بینید وقتی که تو بیمار شدی تو فکر نکن که این من بیمار شدم و من یگان کاری بد کردم که بیمار شدم. نگو پیدا شده است، شفا دهنده خدا است. یگان بیمار باید ناامید نباشد. لکل داء دواء، تمام دردها به دوا هست. مثلا حاضر ممکن بعضی ها ما میبینند و گوش میکنند یکی بیمار هستند، در بیمارخانه هستند یا در خانه بیمار هستند و برآمده نمیتوانند. ناامید نباید ناامید نباشند، زیرا همه دردها به دوا هست. فقط یک درد به دوا نیست. این هم وقتی که انسان پیر می شود جوان کردن مشکل است. دیگه دردها به همش به دوا هست. اجل نرسیده باشد و شفا می یابد. برای همان باید اولا با دکترها مراجعت کنند، با طبیبها مراجعت کنند، لیکن ناامید نباشند. وقتی که انسان امید می کند البته دردش به شفا می یابد. گر شدی بیمار هرگز ناامید از حق مشو، یاد رحمان در دل و از کار شیطان صبر کن. که شیطان وسوسه میکند، از صبر انسان رو دور میکند. دیگه خدا میگوید که نه بندم تو صبر کن. میگوید گفت در قرآن خدا با صابران همراه منم. این در درون قفس گرفته شده است. یعنی در درون ناخونه این من آیت ترجمه آیت قرآن است که ان الله مع الصابرین. خدا میگوید من همراه صابران هستم. یعنی بنده باید صبر کند، در عائله صبر کند، در وقت غضب صبر کند، در وقت مصیبت صبر کند، به حال غریبان نگاه کند. حیات پستی و بلندی ها دارد. در وقتی که کارش آمد کرد تکبر نکند، من نگوید. وقتی که پولدار شد دیگران را پست نشمارد. وقتی که در مصیبت افتید صبر کند. این صبر یعنی انسان را به هدف ها می رساند. صبر و قناعت انسان را از بلاها آزاد می کند. صبر و قناعت انسان را در بین مردم دوست دارنده مردم می کند. برای همان باید ما صابر باشیم، دیگران را به صبر دعوت کنیم. وقتی که انسان صبر می کند البته گفتی خدا رازگی پروردگار را می یابد. تشکر استاد. حاضر گفتید و یادم همون بایتی مشهوری رو که آمد میگه یک بایتی آخرش خاطرم به هست میگه در بهزی خودی منگر غصه مخور، در کمزی خودی بینگر آباد بیزی. همین چیزی که اگر نفری از تو برتریت داشته باشد هرگز خمی وی را خورده و غصه مخور. تو از خودت پایانتر نگاه کن که گوییم از تو کمتر ها نیست هست. اونو میبینی هم شکر میکنی هم صبر میکنی. تشکر استاد. واقعا هم لیکن زندگی امروزه به گاه ما در حوادث روزگار مشاهده میکنیم که با وجودی مثلا اینقدر خودی گوییم تعلیمات دینی مبین اسلام، با وجود این در گذشتگان ما در شعرهای خود اینقدر در مورد صبر کردن، صبر و شکیبایی اینقدر بسیار گفتن، بازم در زندگی در خصلت هر روزی آدم گاه میبینیم که مثلا چنین خصلت های جای دارد. به هر صورت صبر کردن به اندیشه شما از کجا باید تربیت داده شود انسان به استاد؟ صبر این خود از خود در خون انسان هست. غضب هم در خون انسان هست. انسان میتواند که
غضب را با صبر نگه دارد. میتواند که برعکس شیطان وسوسه کند و غالب آید و غضبش صبر وی را نیست کند. یعنی در خون انسان هست، لیکن تاکید هم ضرور است. یکدیگر رو به صبر دعوت کردن هم ضرور است. وقتی که انسان در حالت غضب یا در حالت وزنینی، در حالت ناامیدی می شود، یک کس باید که برادر صبر کنید، کم در صبر کنید. یا وقتی جنجال عائلوی جدا شده ایستاده‌اند، برادر صبر کن، این کار زیبنده نیست گوید. همون عائله میبینید که آباد شده است، همه حالت ویران شدن عائله از بین رفته است. وقتی که انسان صبر کن میگوید، استغفرالله گو میگوید، این کاری تو کرده ایستادگی کاری بنده مومن نه، بنده مومن باید صبر کند گوید، البته تاثیرش میشود. یعنی نفری دیگر باید در صورت یک نفری دیگر در حالت بی صبر بودن، نفری دیگر باید تلقین کند، تحریک دهد، بی‌طرف نباشد. بله. تشکر زیاد استاد، تشکر. واقعا چون بیننده های ارجمند این تنها با یک غزل استاد اکتفا نکردن، زیرا در 4 دفتری استاد، 4 کتابی که تا امروز چاپ شد به دست خواننده ها رسید، موضوع صبر همیشگی در غزل های استاد، در شعرهای استاد جای دارد. چون استاد نفری هستند که خود همیشگی نفری با تمکین و همیشه از صحبت های شما دائمی بهره ور هستیم و از همیشگی احساس میکنیم که استاد همین آیینی بسیار بلندی انسانی را در مورد اول اندیشه، بعد گفتار، اول صبر، بعد سخن، همیشگی این چیز را پیش‌روی زندگی خود قرار دادند. و واقعا هم باری دیگر تشکر. و در فرجام برنامه من میخواستم از شما برداشتی از حاصل این برنامه میخواستم چند اندیشه خود را وابسته به حاصل برنامه امروز برای بیننده ها ارائه کرده باشید. مرحبا. هدف ما هم به مردم یک اخلاق نیکو را رساندن. هر کس باید از همین صحبت برداشت کند برای خودش که من در کدام حالت صبر نکردم، باید در همان حالت صبر میکردم و امروز باید من صبر کنم. وقتی که یک کار را میکند، یک فعل را به جا می آورد، باید فکر کند. البته صبر بهترین اخلاق انسان است. صبر، شکر، تحمل این انسان را از مشکلی ها خلاص میگرداند، نجات میدهد. و دایم دعا میکنند مردم هم که وقتی که میدراید به یک خاندان بگویند صاحب این مقام را یارب، صبر ایوب عمر نوحش ده. بهترین این البته دعا است. من دعا میکنم که تمنا میکنم که مردم ما با صبر و با تحمل هستند، از غضب خودداری کنند، در وقتی مشکلی ها صبر کنند. اولا دعا میکنیم که پروردگار هیچ کس را به مشکلی، به مصیبت، به غضب دچار نکند. اگر چنین حالت ها پیدا شود، صبر ایوب عطا فرماید. تشکر زیاد استاد برای اشتراکتان در این برنامه و واقعا شرح بسیار واضح این موضوع. در انجام برنامه تنها همین رو گفتنی هستم که واقعا هم چون استاد گفتن هر یک نفر از این برنامه وابسته به ظرفیت خودش بهره میگیرد، بهره های معنوی، به خاطر آنه که خود سازمان دادن این برنامه نیست، پیش از همه هدف آن را دارد که توانیم از این نکته ها را از زبان خودی صاحب دلان، آنهایی که با خود تجربه بای زندگی دارند، آنهایی که معرفتی گوییم بلند دارند و آنهایی که این نکته را برای دیگران خوب و با معنا گفته میتوانند بهره ور شده باشیم. با امید آنه که هر یکی ما در زندگی با صبر و با تمکین باشیم، توانیم که انا همین خصلت نیکی انسانی را برای دیگران، برای اطرافیان، برای فرزندان، برای پیوندان تلقین کرده باشیم. برنامه امروزی در صحبت صاحب دلان را حسنی انجام میبخشیم. خیر، خانه آباد و سربلند و پیروز باشید.